فرق بین مسلمان از کافر جوانای خوب با نماز قرار دادن. کدام نماز نمیخوانه با این حدیث رسول اکرم شما کافره. پیغمبر خدا میگن العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة. فرقی که ما امت قرآن ما مسلمان ها را از کافرها جدا میکنن این نماز است. کافرها در پیشانیشان کافر نوشته شدگی نیست. برای چی ما کافر میگیم؟ برای چی نماز نمیخوانند. از این سبب هر تاجیکی هم که نماز نمیخوانه و هم کافر است. و این مسلمان گفته نمیشه و این تاجیک میگیم یا ازبک میگیم یا لقای میگیم یا امریکایی میگیم. کسی نماز نمیخوانه و کافر است. بنده که نماز نمیخواند وای با خدا رابطه ندارد. بنده که نماز نمیخواند وای فرمان خداش بجا نمیبیارد. پروردگار هر روز شما را امر کردی سال است که بندی من نماز خوان. وقتی که صبح دمید امر الهی بالای تو نمیبیاد و اقیم الصلاة. وقتی که پیشین درآمد با فرمان خدا بالای تو نمیبیاد و اقیم الصلاة. نماز عصر شد باز فرمان خدا تکرار میشود و اقیم الصلاة نماز خوان. تو در یک روز 5 بار فرمان خدا رو به جا نمیبیاری. چگونه شرط نداشته خود مسلمان بکنی؟ پدرای عزیز شما بچه هاتان 1 بار 2 بار کار فرمه دمتان نگیرد از بحری همون بچه بیزار بشه. همون بچه را از خانه پیش میکنه. برای چی خدا شما را از بندگیش محروم میکرده؟ مگر شما محتاجی خدا محتاج شما هست؟ حضرت مولوی میگد خوب گوید الحمدلله جلد خنزیری به من تا نگشتم آدمی در بین انسان به نماز. ای شرمنده ها ای خدا زده ها خوب از شما بهتر است. خوب حمد خدا رو میگه که پروردگارا من خوب کردی. من در نظر آدم ها بسیار بدنما کرده نشان دادی اما الحمدلله که به نماز گم نکردی. فهمیدی ساده گپی منه؟ این حکم خدا است. این حکم پیغمبر است. اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. خدا بگه نماز خوانه به سبب نماز بخواندن خدا تا کافر نکنه. نماز نمیخواندگی بنده خواه مرد خواندن خواهرایی که ندای منو مثل شما در پیشگاه خدا از زناگارم بدتر است از آدم کشم بدتر است. بنابر نماز این فرقی بین مؤمن و کافر است. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. خدا میگه وای برای اون نماز گزارهایی که نمازشان را قضا میکنند. وقتی که نماز را قضا میکرد دیگه خدا تهدید به ویل کرد، تهدید به هلاکت کرد، تهدید به کبیر فرد کرد. حال نماز نمیخواندگی چی میشود؟ خیال نکنه که مسلمانی مانند دینی مسیحی بارید همین نام مسلمانی های نکاح دارد و خدایی دارد و جنازه همین. نه مسلمانی این نیست. این فریبکاری است. خواه مرد خواه زن خواه جوان و خواه پیر کسی نماز میخوانه نماز برای وی در قبرش هم نور است. قبر باغی از باغ جنت است برای نماز خوانها و چقریه از چقریه دوزخ است برای بی نمازها. کسی نماز نمیخوانه وی نور نداره. قبرش نور نداره. قبری وی چقریه از چقریه دوزخ است. کسی نماز نمیخوانه وی حجت و سند نداره برای بنده مؤمن در پیشگاه خدا. کسی نماز نمیخوانه وی از دوزخ نجات نمییابد. نجاتی نمییابد. و این بی نماز اگرچه بچه ایشان است، اگرچه بچه مقصوم است، اگرچه داداش ماماش نماز خوان بود اونش بی نماز است. رسول اکرم گفت و کان یوم القیامه مع فرعون و هامان. روز قیامت همراه فرعون است، همراه هامان است، همراه قارون است، همراه ابی بن خلف است. اگر شما این 4 نفر نشناسه به نمازها شما روز قیامت همراه زید ده، همراه ستان ده، همراه کلبرگ ده، همراه انگلیس ده. شما همراه اونها هستی. 5 وقت نماز. ای ناجوان مردا 24 ساعت خدا در اختیار شما داد. 12 ساعت شب، 12 ساعت روز. این 5 وقت نماز اگر شما وقت جدا کنه 10 دقیقگی وقت میشه 50 دقیقه بشه. یعنی 1 ساعت در 24 ساعت شما بندگی خدا رو میکنه. 23 ساعت در اختیار خدا هستی. مگر همین 1 ساعت هم بندگی نکنه سزاوار هستی. خدا بندگی خدا کنه. شرم نمیداره. شرم نمیداره از همین خدا